امروز ما آمدیم به بازار مجاهدین. بازار یک بازار بسیار کلان است. تقریبا 350 400 دکان است اینجا. از لیلامی گرفته تا لیاف توشک و تا سیمسری. تایلوا این بوتای نظامی است که سابق عالی خود چیناییش از بدلش است که در امریکایی پیامش زیاد بود. قیمتایش تا 20000 و 25000 بود. افغانی ها. یک دانش. یک جوره بود. بازار چی چیزا پیدا میشه؟ ای بازار تماما چیز پیدا میشه دیگه. خوراک است، پوشاک است، دیگه لیلامی است. آخرای بازار ما بسیار چیزا تجارتی است دیگه. نظر به پیسه مردم است. اگر پیسهش کم باشه کیفیتش پایین است، اگر پیسه خوب بتن کیفیت بالا پیدا میشه. بازار کاربار بیخی ضعیف است دیگه. بازار بسیار سلو پیش میره. اون فصل خوب بیربار دارین. والا سیزن اینجا دیگه طرف از زمستان تیرماگکی زیاد می باشه دیگه. روزام خوب است دیگه به اون اندازه. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان نازنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتتان بخیر باشه. انشالله که صحتمند و سلامت باشین. امید عظیمی هستم از چینل افغانیت با یک گزارش ویژه در خدمت شما عزیزان بیننده. قسمی که شما در تصویر بیننده هستید، امروز ما آمدیم به بازار مجاهدین. قرار است که از این بازار به شما عزیزان بیننده یک گزارش داشته باشیم. میریم با هموطنان ما صحبت‌های می داشته باشیم، ببینیم چطور از بازار کاربارشان و همچنان در این بازاری که به نام مجاهدین معروف است چی چیزها پیدا میشه. شما ما را در این گزارش همراه باشید. حکایت‌های جالب هموطنان ما دارند. تصاویر آماده نشست، بیننده باشید. ما بخیر گزارش ما را از اینجا آغاز میکنیم. عزیزان بیننده، سپاسگزارتان که بیننده گزارش ویژه‌مون از بازار مجاهدین هستیم. در یکی دیگر از بخشای این بازار هستیم. آمدیم که همراه هموطنان ما صحبت‌هایی داشته باشیم، ببینیم چطور از بازار کاربارشون و همچنان در این بازار چی چیزها پیدا میشه. آمدیم در یکی دیگر از دکان‌ها. آیسا اجازه است؟ السلام علیکم. خوب هستین؟ قراری است؟ حسن باشین، بخیر است؟ بخیر باش. سلامت باشین، بخیر باشین. یک معرفی همراه هموطنان ما اگر داشته باشین. آجتایم هستم، دکاندار بازار مجاهدین. قربانتون. آیسا عزیز، ما شما قبلا یک برنامه دیگه هم داشتیم. بله یاد چشمه دوغ سر خورده بودیم. نه با عزت باشین، سلامت باشین. آیسا کم در رابطه با بازار کاربارتون اگر به بینندگان معلومات بدین که چطور است فعلا بازار کاربار شما دیگه؟ بازار کاربار بیخی ضعیف است دیگه. بازار بسیار سلو پیش میره. فعلا دیگه قدر مزهش نیست. اید مزه نیست دیگه. اید مزه نیست. قبلا چطور بود؟ قبلا خوب بود دیگه. یک چند وقت میشه کمی که بازار ضعیف است. بازارها دیگه شکسته. کدام فصل داره نداره؟ زمستان اینجا خوب است. زمستان خوب است. یک سیزن داره. یعنی در فصل زمستان نسبتا کاربارتون خوبتر است. خوبتر است. قربانتون. آیسا بازی بگین که در این بازار چی چیزا پیدا میشه؟ در این بازار تماما چیز پیدا میشه دیگه. خوراک است، پوشاک است، دیگه لیلامی است. آخرای بازار ما بسیار چیزا دیگه. هر چیزی که بخواید در این بازار است دیگه پیدا میشه. قربانتون. و این بخشی که شما دیگه هستین کدام چیزا پیدا میشه؟ این یک نظامی زگه، یعنی پرتل است و کلا است و دریشی است و تمام این چیزا پیدا میشه. چطور از باز قیمتا؟ خوبه، قیمتا خوبه دیگه. تو یگان قیمتایش به هموطنان ما بگین کسایی که شوقی هستن بیان بخرن. قیمتا دیگه خوب است، مناسب است دیگه. بوتا چند است؟ البته هر بوتا نخوره. قیمتی ترینش کدام است؟ نازل ترینش کدام است؟ ترینش تا 2000 3000 است. پایین ترش از 800 پایین نیست دیگه. قیمتیشو به بیننده ما نشان میدین؟ قیمتیش یعنی بوت است. ای بوت است. ای به نام چی یاد میشه؟ لوا، به نام لوا یاد میشه. به نام لوا. ای بوتا را در کل این وسایل که دیگه به فروش میرسه از کجا وارد میکنیم؟ خودم وارد میکنیم. چین خودم رفت آمد میکنم. ما چین میرم. خودت دیگه اما عمر خود هستی با مدل خود میری با مشوق و ذوق خود فرمایش میدی. چطور از بس قیمتا؟ خوبه، قیمتا نسبتا خوب است. مناسب است. مناسب است. و دیگه گفتین اینجا پرتله است، جمپر است. نیاز دیگه میشه تا تاثیر بگیره. مشکل نیست. رنگ و رنگ است. رنگ و رنگ است. کل از این مالای چینایی است یا از دیگه جارا مواد میکنی؟ وطنی هم از
کدام چیزایش وطنی است؟ یا پرتلا و چیز وطنی است. پرتره کلش وطنی است. بود چیزای ما چینایی است. وایسو بیا دیگه البته دمی کابل یا دولت‌های دیگه آماده میشه چطور وطنی ها؟ نه همین کابل میشه، کابل آماده میشه. خب چطور است باز کیفیت از این نسبت به جنسایی که شما از بیرون وارد میکنین؟ ای خوب است، کیفیتش خوب است. چی میگندش افتخار وطن، تولید وطن، افتخار وطن. میکنیم که از این تولید وطن استفاده کنیم. چطور است باز بیشتریش افراد ملکی میان یا را میخرین یا نظامی؟ نظامی هم ملکی هم یا اگر چیزی که از نظامی از کارت ترسان میکنیم، از اماراتی هم یک کارت چسای میکنیم، بعد از اون تو بر هر کس اقدام نمیکنیم. اینجا دیگه کسایی میان که البته کدام مجوز داشته باشن؟ مجوز داشته باشن، مثلا مجاهدین باشه، کارت یک ارگان داشته باشه. یعنی افراد عادی این چیزا رو خریداری نمیتونن. با نفر عادی سودا نمیکنیم، نمیتیم برشون تا اگر خب. زیاد کار داشته باشه سلام بیاره قطعشون. خیلی دیگه در کل با عام نیست، به خاص است. و خاص است. قربانتان ایسب خدا در کار بارتان برکت بیاندازه، دیگه گفتنی داشته باشین، پیام داشته باشین، کمره در خدمت. گفتنی خاصی نداره. ان شاء الله که کار بارتان مثل قبل رونق بگیره. توکل به خدا دیگه. و عزت باشین. خیر باشه. قربانتان. عزیزان بیننده، قسمه که شما در تاثیر بیننده هستید، ماشاءالله در این بازار مجاهدین هر آنچه که بخواید در اینجا هست و شما که بیننده تصاویر هستین، اینجا بسیار همتو جمپرای نظامی بسیار مقبول است. دیگه بوتار شما میبینین کسایی که البته افراد شوقی هستن در نظام کار میکنن یا افراد ملکی هستن که کارت داشته باشن میتونن که از این چیزا خریداری بکنن. این به مردم خاص است، مردم عوام نیست. میبینین چقدر یک رنگ خاص و بسیار یک مقاومت کیفیت بالا. عزیزان بیننده، ما به خیر آیستا میریم به بخشای دیگری بازار مجاهدین و همچنان به دکانهای هموطنای ما یک سر میزنیم ببینیم که چطور است بازار کاروبارشان. شما ما را در این گزارش همراه باشید. هموطنان دوست داشتنی، شما بیننده گزارش ویژه من از بازار مجاهدین هستین. آمدیم به یکی دیگر بخشای ای بازار همراه هموطنایمون صحبت‌هایی داشته باشیم، ببینیم که چطور است وضعیت کاروبارشان و کدام روزا خوب بازار دارن. همراهشون صحبت‌هایی داشتیم. وایسا اجازه است؟ سلام علیکم، خسته نباشین. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ قربانتان. خسته نباشین. یک معرفی همراه هموطنای ما داشته باشین. زنده باشین. تشکر. اسمم عزیزالله است، یکی از دکاندارای بازار مجاهدین هستم. قربانتان. وایسا عزیز بگین که چطور است وضعیت کاروبار؟ الحمدلله خدا را شکر، گزاره میشه برادر. خوب است؟ خوب است، شکر است. قربانتان. در جایی که شما اینجا کار میکنین چی چیزا دیگه پیدا میشه؟ ابی چیزای کال خو بازار کلا تجارتی شده، چیزایی که در مارکت افغانستان باشه، همون چیزایی که تجارای ما وارد میکنم چیزا رو ما داره. منتها ما کوشش میکنیم یک چیزای متفاوت، خوبتر، بهتر است، با کیفیت‌تر از نسبتا از بیرون، از دکانایی که در بیرون است. کوشش میکنیم چیزای بهتر و خوبتر بریم تا مشتریای ما از ما راضی باشن. قربانتان. آیسب در رابطه با اجناسی که در این دکان موجود است بیام تو کوتاه بگین که چی چیز اینجا به فروش میرسه؟ همین چیزای کنسل باب است که اکثرا بیسکیت باب است، کاکائو باب است، مثلا چیزای قوطی باب است، اکثرا چیزای مثلا آرد روغن چیزا نیست دیگه. اینجا مثل یک سوپرمارکت ها ورین تو چیزا. پروتئین هم دارین؟ پروتئین هم هست، ولی ها پروتئین. چطور از باز کیفیتاش؟ خب گفتم تجارتی است دیگه، نظر به پیسه مردم است. اگر پیسهش کم باشه کیفیتش پایین است، اگر پیسه خوب بتن کیفیت بالا پیدا میشه. در کدام روزا خوب بازار جمع جوش داره آیسب بیجه؟ بازار خود در کل بازار افغانستان سکوت است فعلا. خب بازم خدا را شکر دیگه دکانداری است، بعض روزا خوب است، بعض روزا عادی است دیگه، زیاد تعریف نداره بازار است. بعضی هموطنای ما گفتن که در کل اینجا بازاری که خوب جمع جوش داره در فصل زمستان است. از شما چطور؟ زمستان خو اینجا یک خوبی دیگه هم داره که بازار یک بازار بسیار کلان است. تقریبا 350 400 دکان است اینجا. از لیلامی گرفته تا لیاف و توشک و تا سیمسری و خوراک فروشی و مثلا لوازم خانه و همه چیز پیدا میشه و لوازم نظامی، لباسای نظامی، همه چیز اینجا فروخته میشه و در کل مردم زیاد میان اینجا. بازار خوب، بازار بس است و فامیلای محترم اگر که خانمای خود میان امروی سیاسرا میان اینجا راحت میتونن خرید خود کنن. موترای خود پارکینگ وسیع داریم، دو تا پارکینگ بسیار وسیع کلان داریم در دو طرف بازار است، میتونن موترای خود استاد کنن بین راحت خرید خود. بازار مکان هم تو فضای آرام داره به هموطنای ما، به خانواده محترم. خودتان شاهد هستین، میبینید که بسیار یک فضای خوب، دکانای خوب،
اجناس خوب همه چیز پیدا میشه اینجا دیگه بسیار هر چی که بخواید در بازار مجاهدین پیدا میشه. ان شاء الله با قیمتای خوب و مناسب، چیزای خوب با کیفیت، همه چیز هست اینجا. از بازارهای دیگه که اینجا ارزان‌تر از یا قیمت هست؟ قیمتا گفتم بازار است دیگه، قیمتای جنس خوب یگان قیمتش بالاست، بالاست. یگان پایین بله دیگه نظر به مو قیمت بازار است دیگه. سلامت باشین زنده یوسف باشین. عزیز. حرف داشته باشین، گفتنی داشته باشین، کامرا در خدمت. سلامت باشین. حرف گفتنی ما فقط این نیست که ما میخوایم افغانستان ما آرام باشه، آباد باشه، همیشه مردم ما ببینن در وطن خود زندگی کنن دیگه. از این مهاجرت و از این چیزا خود این شب و روزا شما میبینید بسیار مردم ما اذیت میشن، خسته شدن. خداوند ملک ما را آرام بسازه که مردم به راحت از وطن خود زندگی. دیپورتیام زیاد شدن، وطنای ما از هر کشور مهاجر شدن پس به وطن. بدبختی را خداوند افغانستان آرام بسازه که هم ما مثل برادر با هم زندگی کنیم در افغانستان. با عزت باشین یوسف. سلامت باشین. قربانتان، بسیار زیاد تشکر. عزیزان بیننده، سپاسگزارتان که بیننده گزارش ما هستین. یک رفت و برگشت کوتاه داریم. تصاویر آماده نشر است، ما بیننده تصاویر باشید. عزیزان بیننده، شما بیننده گزارش ویژه‌مون از بازار مجاهدین هستین. اما تو آیسا بریم امروز هموطنای دیگر هم صحبت داشته باشیم، ببینیم که چطور است بازار کاروبارشان دیگه، کدام چیزا را اینجا به فروش میرسانن. همین یکی از عزیزای دل ما هست، امروزشون صحبتایی داشته باشیم. رفیق جان سلام علیکم. خوب هستین؟ خسته نباشین؟ بخیر هستین؟ یک مرفی امروز هموطنای ما می داشته باشین. چرا خودم اکمل ناصری از ولایت کابل ولسوالی شکرده، فعلا دکاندار بازار مجاهدین. قربانت. ناصری صاحب عزیز بگوین که چطور است بازارا؟ خوب است، شکر از گزاره میکنه، چندان مزهش هم نیست مثل سابق. خوب است. کدام روزا جمع جوش دارین؟ کدام فصل خوب بیربار دارین؟ حالا سیزن اینجا دیگه طرف زمستان تیرماگکی زیاد می باشه دیگه، روزام خوب است دیگه، به او اندازه اینه دیگه. تو دایداوی چی بازم خوب می باشه، شکر از گزاره میکنه. یعنی سیزن کاریتون دیگه معمولا در فصل زمستان است. در فصل زمستان است. از کدام چیزا را هموطنای ما بیشتر میخرن؟ حالا این واسکات زیاد مردم میخره، واسکاتای کمفیز جمپر زیاد میخره. طرف زمستان این بوتای نظامی و بوتای شخصی کرمچیار زیاد میخره. شما کدام چیزا رو به فروش میرسونین؟ این همین واسکات، جمپر، بوت، قاش و یگان دیریشی میریشی نظامی این تو چیزا رو میخره. کدام چیزای خاص هم تو دارین که بعضی یگان تک شوقی ها بین بخرن؟ چرا نه، این واسکاتای کمفیز مردم زیاد میخره، شوقیش هستن دیگه. نظامی جمپرای اردو را زیاد میخره، جمپرای استخبارات را زیاد میخره، این تو چیزا را زیاد میخره. این چیزا را دیگه در کل اما کسایی میتونن بخرن که نسبتا افراد کم خاص باشه، هر فرد عادی خریده نمیتونه. چطور؟ این چیزای غیر نظامی را خود کلاگی خریده میتونه، ولی چیزای نظامی یا مربوط دولت میشه دیگه، باز هر کس نمیخره. بسیار خوب. این چیزا را از کجا وارد میکنین؟ این چیزا زیادترش از چین میاد، زیادترش در میجا کابل جور میشه، زیادترش دیگه از خارج میاد. دیگه چیزای وطنی جه هست؟ چیزای وطنی. کدام از وطنی؟ از وطن خود ببینیم. از این وطن خود اینی پتلون است. اینی پتلونای وطنی است که دیگه دوخت میشه. دمندهی اون دفروشی هایش است، ما اینجا میاریم با فروش میرسانیم. این پتلونا از بنام چی یاد میشن؟ پتلونا بنام پهلوان یاد میشن. یا را باز افراد عادی هم میتونن بخرن در کل نظامی؟ نه، مکمل هر کس خریده میتونه، فردای نظامی هم غیر نظامی هم ملکی کلگی میخره. ناصری صاحب عزیز، از قیمت ها نگفتین، ببینید بگین که قیمت ها چطور است، کدام جنس ها قیمت های چند است؟ یعنی واسکتای کمفیز تا 1300 1400 بازدیا یگان سابقه پیدا میشه تا 3000 و 3500 فروش میشه. دیگه اینی کرمچکای است که دیگه بازارا نیست، پیدا نمیشه، یا 1200 1300 رقم جنس ها دیگه. چطور است کیفیتش؟ کیفیتش خوب، کیفیت خوب، قایم کرمچه خوب جنس کای بالاست. آب داوب که آدم بپوشه دیگه مقاومت خوبتر داره؟ مقاومت با تشریف هم زیادترش با تشریف است. یا بس مال وطن است یا از چین میاد؟ نه، این مالای چینایی است که خارجا فرمایش میده، با فرمایش خارجا جور میشه، باز دیگه صادر میشه. قیمت از این گفتین چقدر؟ 1200 از قیمت کجا. 1200. یک بوت را بر من نشان بدین که قیمتش نسبتا نازلتر باشه. اینی بوتا عالی خوب دیا اصلیش پیدا نمیشه. اینی بوتای لوا، این بوتای نظامی است که سابق عالی خود چیناییش از بدلش است که دی امریکایی پیدا میشه زیاد بود. قیمتایش این تا 20000 و 25000 بود. افغانی ها. یک دانش. یک جوره بود. باز این بوتا دیگه عالی چینایی است که قیمتایش ارزان است.
1500 1600 ولی با اصلی هایش حال پیدا هم نمیشه. باز اینجا بوتای نظامی قیمت بود، بوتای امریکایی زیاد بود. قربانتان. ناصری صاحب عزیز همیجا یک واسکت به چشم خود بسیار رنگکش خوبش است. اگر قیمت از این ناصری صاحب بین بر ما بگین که چطور از قیمت از این؟ قیمت از او هم 1200 است. خوب است دیگه. خوب است. قدر زیاد قیمت نیست، بواره است. نیست. قربانتان. قیمتش باور است. سلامت باشین ناصری صاحب عزیز. گفتنی داشته باشی، پیام داشته باشی، کامرا در خدمت. خیر باشی، زنده باشید. تشکر. قربانتان. ان شاء الله که بازار کاروبارتان هم همیشه پر جمع و جوش لب و جب باشه. خیر باشید. تشکر. بسیار زیاد تشکر. خیر باشید. چای نمیخورید. با عزت باشین. عزیزان بیننده، سپاسگزارتان که بیننده گزارش ما هستین. تصاویر آماده نشر است. بیننده تصاویر باشید. هموطنان دوست داشتنی، سپاسگزارتان که تا این دم ما را همراه بودید. آیسای رسیدیم با آخرین دقایق از گزارش امروزی من. قسمی که شما در تصویر بیننده بودید، در این بازار مجاهدین هر آنچه که بخوای اینجا موجود است. فضای نسبتا آرام داره بر خانواده محترم. میتونین که هر چیزی را که دوست داشتین میتونین به نتیجه خریداری بکنین. دیگه هموطنای ما از بازار کاروبارشون نسبتا راضی بودن. انشالله که بخیر همیشه وضعیت کشور ما خوب باشه و کاروبار در این وطن به هموطنای ما فراهم باشه و در فضای همدلی و فضای کاروبار همیشه زندگی بکنن. این بود از داشتهای برنامه‌مون که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد که من امید عظیمی در خدمتتان قرار دارم. تمامتان به خداوند منان میسپارم. سربلند باشید، با عزت باشید. شب و روز شما عزیزان دوست داشتنی بخیر. تا برنامه بعد، بدرود.